چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز تو این ویدیو می‌خوایم به ترک جدید آیسم به همراهی کوروش ریاکشن بریم. آیسم کلا با دست پر اومده این چند هفته گذشته. ترک قبلیش که با هیپوپولوژیست بود، ویسلر، ترک خیلی باحالی بود، خیلی مودی بود و اولین باری بود که دیدیم آیسم داره گنگ میخونه، ولی آیسمی، یعنی خیلی با تون خودش ملو ولی خب گنگ. و این دفعه اومده با کوروش. اولین همکاری آیسم و کوروش هم هست به نام اونلی فنز. کسایی که نمیدونن اونلی فنز، البته احتمال همه دیگه میدونی، یعنی کسایی که این ویدیو نگاه میکنن اکثرا تو سنیان که میدونن اونلی فنز چیه، ولی حالا کسایی که نمیدونن یه وبسایتیه که در واقع کسایی که دوست دارن اکسکلوسیو کانتنت داشته باشن. حالا اکسکلوسیو کانتنت یعنی چی؟ محتوای اختصاصی، یعنی یه جور محتوا درست میکنه اون حالا کسی که اون چنل رو داره که فقط کسایی که پول سابسکریپشن میدن میتونن محتوا رو ببینن. اکثر ما کسایی که مثبت 18 کار میکنن، ولی خیلی از یوتیوبر خارجی هم هستن که اونلی فنز دارن و توی اونلی فنزشون یه محتوای خاص درست میکنن که فقط کسایی که پولش رو میدن میتونن ببینن. اما تو این ویدیو ما کاری با اکسکلوسیو کانتنت نداریم و قراره که به ترک اونلی فنز ریاکشن بریم. سریع بریم و بیایم و به این ترک بشیم. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسی. خب بچه‌ها، بریم سراغ این ترک که از چنل یوتیوب آیسم ریلیز شده. 2 دقیقه و 58 ثانیه. ببینیم که چطوری است. ترکیب آیسم و کوروش باید خفن باشه، چون احتمالی که من میدم این ترک ایموشناله و ترک‌های ایموشنال هم آیسم واقعا کچی و خفن درش میاره و مودی، و هم کوروش که دیگه اصلا سلطان ایمو ترک‌ها به نظرم. و یه چیزم بچه‌ها راجع به ویدیو قبلی که من ضبط کردم بگم. خیلی گفته بودن پارت 2 رو درست بکن. احتمال زیاد درست میکنم. یه مطلب که نمیدونستم اینه که میتونم به فارسی در واقع با اون ربات چت بکنم که دفعه بعد این کارو میکنم. خیلی گفتم میتونی بهش بگی یه لاین رپ واسط بسازه همونجا. احتمالاً این کارو میکنم. و اینکه اونطور که حالا نوشته بودین آخرین آپدیت این وبسایت 2020 یا 2021 بوده. واسه همین یه سری از اطلاعاتش قدیمیه. مثلا وقتی پرسیدیم دکتر رپ فارسی کیه، گفت شاهین نجفی، به خاطر اون بود. بریم سراغ این ترک ببینیم که چطوری است. برو بریم. اونلی فنز توری پشمام. یا خود کاور رو داری؟ اصلا دقت نکرده بودم. خب این که حالا نصف سینه طوری نیست، ولی قشنگ نصف پایینم یه جوری پیداه. این یکی هم که نپوشیده چیزی، این هم که داگی استایل. شیت، اونلی فنز واقعی اکسکلوسیو کانتنت. پس هی مونالیزا VIP شش به توی پریوا. هی مونالیزا VIP بیا بریم واسه تریسون. واسه تو میشکنم الان آسمون. اگه منو میخوای فراس بگو. واسه تنم الان به یه تارمون. سرگیجه دارم چشم کاسه خون. که میگه سرگیجه دارم میتونه رفرنس ترک سرگیجه آیسم هم باشه. الان به یه تارمون. سرگیجه دارم چشم کاسه خون. بچسبم یکم دیگه میرسیم. انقدر زدیم الان دیگه بیاسیم. وقت تنش رو زبونش پیرسینگ بیبی. بعد دو شد سری میاد بره زیر بیبی. فرم تنش رو به تو. خیلی جالب به نظرم آیسم وقتی اومده، یعنی دلیل اینکه اومده با کوروش همکاری کرده واسه این ترک این که واقعا به هم میخورن. مثلا شما ترک سویج روز کوروش هم گوش بدید، ترک قدیمی کوروش، حتی وقتی که مثلا یه فضا سازی ایموشنال میکنه، احساسی میکنه، همیشه چیزای BDSM و چیزای سکشوال زیاد توش استفاده میکنه. بعد دو شد سری میاد بره زیر بیبی. فرم تنش رو به توی تا میپنس. چیزی نمیخوام تا اینجا مالی هست. نمیگذری واسه من اونلی فنز شاری. بهم میگی نکنی تو جای بس شاری. همه گفتن بهم واسه دم دست مامی. تو اکیپ همه یه بار سر و دست داری. ولی میخوای بمونی چون فن لفظامی. اگه میخوای بمونی بام نرو پس شاری. هی مونالیزا VIP چشو بهت کل پریوا. دقیقاً همین مدلیه که آیسم، یعنی این نوع مدل آیسمیه. واسه همین وقتی ویسلر رو داد یکم فرق داشت آیسم، حتی گنگم خون گنگ آیسمی بود. یعنی صدای خیلی لطیفی داره که احساسی سکسی مخصوصا خیلی خوب میخونه. VIP چشو بهت کل پریوا. هی مونالیزا VIP بیا بریم واسه تریسون. واسه تو میشکنم الان آسمون. اگه منو میخوای فراس بگو. اصلا تنم الان به یه تارمون. سرگیجه دارم چشم کاسه خون. وقتی پیش منه نمیخواد برگرد.
برگرده کل شهرم دنبالش بگرده. چقدر این تیکش باحال بود که تکرار میکنه، یه کلا میگه و کورسی هم که این ترک داشت مثلا تا الان خیلی باحال بود. وقتی پیش من نمیخواد برگرده کل شهرم دنبالش بگرده میدونه با من لوکی سیفو وقتی میخواد دست پلیس در چند و چین رو کلی کش میکنه توی کشو برام خالی کرده سیف باکس شوگرشو روانیه ولی خب چیزی نی تو دل برام خالی کرده سیف باکس شوگرشو. میگه طرف شوگر ددی داره و رفته سیف باکس گاف صندوق شوگر ددی رو خالی کرده برده واسه من. یه چیکار کنم کلی کش میکنه توی کشو برام خالی کرده سیف باکس شوگرشو روانیه ولی خب چیزی نی تو دلشو شب روی یوسف سو رو کشو گفتم مسئولی نکنی اگه دیدی بام کسی مخه بسی تو زدی با هم تیری سام بریم سر ما که فاکین بدهی به میلیارد رسید و لباسشو میکنه میگه شاد بگیر هی مونالیزا. خیلی باحاله چون میگه که اون میگه لباسشو میکنه میگه ازم عکس بگیر شات بگیر و همون قضیه اونلی فنزه که گفتم اکسکلوسیو کانتنت عکسای نود و نمیدونم ویدیو اینا میذارن و میگه چی اینجا میکنه میگم بریم سر ما که فاکین بدهی به میلیارد رسید و لباسشو میکنه میگه شاد بگیر. میگه شانس ما وقتی که با ما اومد بدهیش به میلیارد رسید و واسه همین رفت کار اونلی فنز. بعد میگه هی مونولی بدهی به میلیارد رسید و لباسشو میکنه میگه شاد بگیر هی مونالیزا برام پر کدی هیچ وقت حل نشدی با هم بیرون از این بودیم بری پایتم تا اودی هی مونالیزا یه باد پایتم تا اودی اووردوز یعنی تا تش حتی اووردوز هم بکنیم من باد از این بودیم بری پایتم تا اودی هی مونالیزا به او راز خنده ها چیه که آدمو بد به فاک میده. واو چقدر قشنگ توصیف کرد دخترم. میگه که به طرف میگه مونالیزا خب بعد میگه آقا به من بگو راز خنده ها چیه چون لبخند ژکوند یا لبخند مونالیزا معروفه دیگه یعنی یه سریه که هنوز خیلی هم میگن آقا چشاش داره میخنده لبش داره میخنده چشاش ناراحته خیلی سناریوی مختلفه. میگه آقا راز خنده تو چیه که با چشا منو به فاک میده همینجوری گفت. کاورش هم خیلی دیسترکینگ آدم حواسش پرت از شما رو نگاه کنم میره رو بدن برف میاد میره میاد میره ای مونالیزا برام پر کدی هیچ وقت حل نشدی با تو میطلب سکوت کسخار ملودی بزنی آره با تو میطلب سکوت کسخار ملودی چشو به توی پریوا هی مونالیزا بیا پیوا بری واسه تریسان آخرم پلیس گرفتش. ای بابا چه کار باحالی بود چه کار سکسی بود و دم آیسم و کوروش گرم. قشنگ میگم دو نفری که میتونستن این نوع سابجکت های کار خفن ازش در بیارن. چرا من صورتم مات. اوکی دمتون گرم بچه‌ها که این ویدیو رو نگاه کردین. حتما کامنت بذارین چون گفتم توی چند تا ویدیو گذشته که دوباره داره به شدت سابا لایک‌ها حتی ویوها ریزش پیدا میکنه. حرفی دیگه ندارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.